سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این جلسه از آموزش ما قراره که راجع به نورال فیلترز ها صحبت بکنیم. البته آپشن بکدراپ کریئتر همونطور که از اسمش مشخصه، در بکدراپ کریئتر ما کاری به سوژه‌ای که در جلو قرار داره نداریم و میخوایم تغییراتی روی بک تصویرها ایجاد بکنیم. همطور که میدونین در ویدیوهای آموزش‌های قبلی هم من راجع به یک آپشن از نورال فیلترز ها هوش مصنوعی فتوشاپ باهاتون صحبت کردم و بهتون آموزش داده شده، پس حتما برگردین بقیه ویدیوها رو هم ببینید. و قبل از اینکه این آموزش رو شروع بکنیم لطفا این ویدیو رو لایک بکنین، به اشتراک بگذارین، عضو این کانال بشین و اون زنگوله رو فعال کنید که زمانی که ویدیوهای جدید رو براتون آپلود میکنم مطلع بشین و بتونید ازش استفاده بکنید. خب پس بریم آموزش رو شروع بکنیم. امروز قراره که هم بک این تصویر رو تغییر بدیم و تصویر بعدی این که این آسمون رو تغییر بدیم و ببینیم چه تغییرات خوبی میتونیم روش ایجاد بکنیم. تصویر اولمون این هست. من برای اینکه بخوام بکش رو تغییر بدم وارد تب سلکت سابجکت میشم. سوژم رو انتخاب میکنم، اما میخوام این سلکت رو، این انتخاب رو انتقال بدم به بک‌گراندم، به زمینم، چون میخوام زمینم رو تغییر بدم و از این نورال فیلتر استفاده بکنم. بکدراپ کریئتر. پس اینجا سلکت، تب سلکت اینورس برعکسش میکنم و بعد وارد گزینه فیلتر نورال فیلترز میشم. در این قسمت گزینه بکدراپ کریئتر رو فعال میکنم. زمانی که دارین از نورال فیلترز ها استفاده میکنید اینترنتتون روشن باشه، آنلاین باشین و از این VPN هم حتما استفاده بکنید، گزینه ها براتون فعال بشه. در این قسمت گزینه‌ای داریم به اسم Popular Prompts که یه سری بک های آماده هستش که خودتون میتونید باز کنید، امتحان بکنید. اما من میخوام یه چیزایی رو اینجا تایپ بکنم. میخوام که ببرمش به پارتی لایتس، به نورهای جشن. اینم میام میذارم روی 50 حدودم و کلید کرییت رو میذارم که به معنای ایجاد کردنه. خب این تصاویری هستش که برای من آورد. زمانی که روی اینا قرار میگیرم این بالای زبدر میبینم که اگه نخوام دوستش نداشته باشم و باب میلم نباشه میتونم ببندمش. از این قسمت پایینم به من میگه more like this، یعنی بیشتر شبیه به این رو بهت نشون بدم. اگه به این صورت نورهای جشن یا به اصطلاح بهش میگم بوکه های بیشتری بخوام روش میزنم، کلیک میکنم و موردهای دیگر رو به من نشون میده. خب حالا من از بین اینا یه مورد رو انتخاب میکنم. من از این بیشتر خوشم میاد، به این دلیل که هم فضای منفی داره اینجا، یه فضای تنفس، و همین که یه قسمتی پر شده، تجمع دارم و پراکندگی. این باب میل منه. البته میتونم اینم امتحان بکنم چون داره اینجا به من نشون میده که چه شکلی میشه رو بک. ولی نه، تیکشو زبده رو میبندم. این از نظر من اوکیه و بعد میام اینجا اوکیش میکنم، فعال میکنم اینو. میام روی نورال فیلتر گروپ، روی این فولدر، این گروهی که ساخته شده و مارک هست قرار میگیرم و بعد یک ماسک میسازم اینجا و سوژه من پیدا میشه. خب یه بوکه‌ای رو تو بک من انداخته که یه 3 تا هماهنگی با لباسش داره. انگار که این خانم من بردم به یک مهمونی و من دقیقا میخواستم همین رو نشون بدم. من میام روی پارتی لایتس هم میخوام یه سری تغییرات توش ایجاد بکنم، مثلا کنتراستش رو جابجا بکنم و میام این قسمت که دایره شکل هست روش کلیک میکنم و لولز رو انتخاب میکنم و از این بالا ببینید کمرنگ پررنگ میشه. نورش رو میتونم بیشتر بکنم، میتونم کمتر بکنم. من یک مقداری میخوام که نورش بیشتر باشه، یک مقدار به این صورت، و روی همین لول 1 هم یعنی همین مورد مارک میمونم. انتخاب کردم اینو و میام مودش رو از اینجا تغییر میدم به نسبتی که میخوام.
روی لایتن، اسکرین، کالر داج، اوورلی، سافت لایت. ببینم که کدوم باب میلم هست. ویوید لایت. من فکر میکنم که من یه مقدار پر نور میپسندم. به نظرم اسکرین خوبه. اسکرینم رو انتخاب کنم. دوست دارم شاد و پر نور باشه. به این صورت بکم رو تغییر میدم و بعد با این فلشی که اینجا هست میام گروهم رو میبندم و بعد کنترل شیفت آلت ای رو از روی کیبوردم میزنم اگر در PC هستم و اگر در مک هستم شیفت و ای رو انتخاب میکنم و تمام این اعمالی که انجام دادم، کارهایی که انجام دادم میشه یک لایه به این صورت و ما میتونیم این قبله و این بعد هست رو انتخاب بکنیم. خب برای اینکه سوژه من و بک من از هم جدا نیفته و یه هماهنگی داشته باشه من وارد تب فیلتر، بلر و اوریج میشم و میام مودش رو تغییر میدم. اوورلی خوبه، سافت لایت هم خوبه، هارد لایت هم بد نیست. سافت لایت، اوورلی. سافت لایت رو به بیشتر میپسندم و از اینجا میام اپاسیتیم رو کم میکنم. شاید 15 خوب باشه. بله. و این قبلمه، اینم بعده. یه تغییر خیلی ریزیه اما یه هماهنگی بین سوژه جلو و بک و زمینه اون ایجاد میکنه. نوبت تصویر دومم هست که من میخوام آسمون رو تغییر بدم. به این منظور وارد تب سلکت میشم، اسکای رو انتخاب میکنم. همطور که مشاهده میکنید آسمون من انتخاب شد اما نه به درستی. اگه قسمت چپ رو نگاه کنید و به مرکز نگاه کنید میبینید که به طور اشتباه یه سری صخره رو انتخاب کرده، قسمتی از دریا رو انتخاب کرده. من برای اینکه این مشکل رو حل بکنم وارد جعبه ابزارم میشم و کویک سلکشن تول رو انتخاب میکنم. ببینید این دایره‌ای که من دارم وسطش یک مثبته. مثبت به سلکشن من، انتخاب من اضافه میکنه. اگه از کیبوردم آلت رو بگیرم، کلید آلت، این منفی میشه. منفی زمانی که میشه یعنی این که از سلکشن من، از انتخاب من کم میکنه و من میخوام تیکر کم بکنم. و به این صورت سلکشن هم صحیح شد. حالا وارد گزینه فیلتر، نورا فیلترز میشم. بکدراپ کریئتر رو فعال میکنم. در این قسمت سانست رو تایپ میکنم به معنای غروب آفتاب و کریئت رو میزنم که ببینم چی برام میاره. خب اینا خیلی تیرن، مورد پسندم نیستن. Sunset in the sky. خب ببینم که آپشن‌های بهتری برام آورد. این از نظرم اوکیه اما میخوام که بیشتر این فرمی به من نشون بده. خب فکر میکنم که این گزینه خوبی باشه، بتونم از رنگ‌هاش متناسب باشه، مچ باشه، بتونم استفاده بکنم، یا حتی اینم میتونه گزینه خوبی باشه. از نظرم این گزینه بهتریه. اینو حذف میکنم و بعد اینجا یه بک دیگه میخوام که ابر باشه. میام تنوعش رو میذارم روی 50 که زمان کمتری ببره و بعد گزینه کریئت رو انتخاب میکنم و یه تعداد ابر رو برای من میاره. از نظرم این میتونه ابر اوکی باشه. پس من 2 تا بک انتخاب کردم، یکی ابر و یکی هم سانست، غروب آفتاب.
خروجیش هم که گروه هست، یک آپشن بیشتر نداره و بعد در نهایت اوکی میکنم. خب روی همین فولدرم که گروپ هستم مارک مسکش میکنم از این قسمت. خب ببینم چه تغییری میتونم ایجاد بکنم. کلاودزم میام لولش رو تغییر میدم، کمرنگی پررنگیش رو، اینجا کمرنگ میشه، اینجا پررنگتر میشه. من باید طبیعی تر باشه پس میام کمرنگ ترش میکنم. بعد مودش رو عوض میکنم، soft light overlay از نظرم خوبه. حتی میتونم روی کلاودزم مارک باشم و جاش رو تغییر بدم، مثلا جاش اینجا باشه. در قسمت لایم اینجا سانستم رو چشمش رو فعال میکنم، جابجا میکنم، از فولدرم نمیندازم بیرون اما میارمش بالا. میتونم حتی جابجاش بکنم، این قسمت رو بندازم بالا، مودش رو تغییر بدم. از نظرم اوورلی خوبه، یه نور بنفشی انداخت روش. میتونم همین مقدار بالا پایین کنم، جاش اینجا از نظرم خوبه. میتونم کمرنگ پررنگش بکنم اوپاسیتیشو، ولی این اوپاسیتی از نظرم بد نیست. 76 و شایدم 70 اوپاسیتی خوبی باشه. یکم جابجا میکنم، شایدم 100 باشه بهتر باشه. آره من با 100 اوکیم. دوباره ابرامو یکم میتونم جابجا بکنم، اینو قفل میکنم که بتونم ابرمو جابجا کنم. ببینم کجا ابر بهتری رو به من میده. خب من دوست دارم که توی تصویرم یک فضای منفی هم داشته باشم. اینجا از نظر من اوکیه. آسمون من تغییر کرد. قفلم رو باز میکنم، میام روی لایه گروپ هم فولدرم، فلشش رو میبندم، کنترل شیفت آلت ای رو انتخاب میکنم، همه اینا رو تبدیل به یک لایه میکنه. اگر در مک هستید شیفت ای رو انتخاب بکنید، از کیبوردتون کنترل شیفت ای و تمام کارهایی که انجام دادیم به یک لایه انتقال پیدا میکنه. و برای اینکه جلوی تصویر و پشت تصویر از هم جدا نیفته من وارد تب فیلتر میشم، بلر، اوریج، و میام در قسمت باکس لایه ها مودش رو تغییر میدم. اوورلی فکر میکنم خوب باشه. سافت لایت، هارد لایت، سافت لایت. این قبل و بعدش یه سری تغییرات کوچیکه که از نظر من این تغییرات اوکی هست. این قبل تصویرمونه و اینم بعد تصویرمون هست و اینطوری ما به عکسمون یک آسمون بسیار زیبا اضافه کردیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.